پیشروی زمان استقلالت بدخشان را از گنبست کمونیکاسیونی برآورده به ترقیات زمینه نو گذاشت. در شرایط امروزه وقتی که در گوشه‌های گوناگون دنیا نارامی‌ها وجود دارند، ما باید زیرکی سیاسی را از دست نداده برای حمایت دستاوردهای زمان استقلالت دست تجمعانه کوشش نماییم. به تمام ساکنان بدخشان مراجعت می‌نمایم که ولایت قانون رعایت کرده به هیچ گونه دستور راه داده نشوند. متاسفانه بسیار شهروندان بیرون از جمهوری در کشورهای ترقی کرده زندگی کرده از دور به مردم کشور مراجعت نموده آنها را به ناآرامی و قانونشکنی دعوت می نمایند. این دعوت ها به جوانانی که تجربه کمی زندگی و سیاسی دارند تاثیر منفی می رساند. قانونشکنی به انارخی می آورد، به پیشروی جمعیت خلل می رساند. از این رو شخصانی که قانون اجرا می کنند برای قانونشکنی جواب می دهند و هر یک شهروند باید این را درک کند و پیش از اجرا کردن قانون که برای هر قانونشکنی موافق قانونگذاری دولت جزا پیش بینی شده است و جنایتکار به جزا کشیده می شود. تا زمانی که قانون پایمال می گردد، ضیایان و روشنفکران بی‌طرفی ظاهر می کنند، ولایت رشد نخواهد کرد.